سلام به همه شما دوستان، به کانال CRCFD خوش اومدید. در این ویدیو ما قصد داریم نحوه کامپایل کردن کدهای UDF در نرم افزار انسیس فلوئنت رو خدمت شما آموزش بدیم. به همین منظور کافیه که ما نرم افزار ویژوال استودیو رو روی سیستم خودمون نصب کنیم. ما از نسخه 2010 استفاده میکنیم که فایلش رو میتونید از کانال تلگرام دانلود بکنید. بعد از باز کردن فایل ها و باز کردن فایل نصب، وارد محتویات فایل نصب میشیم و روی ستاپ کلیک میکنیم. در این قسمت اینستال مایکروسافت ویژوال استودیو رو انتخاب میکنیم، روی نکست میزنیم و اینجا با توافقنامه موافقت میکنیم و به صورت کامل نرم افزار رو نصب میکنیم. اجازه میدیم نرم افزار نصب بشه و بعد از نصب نرم افزار با استفاده از ابزار کراس تولز نرم افزار ورکبنچ و فلوئنت رو باز میکنیم تا بتونیم کدهای UDF خودمون رو کامپایل کنیم. بعد از نصب نرم افزار ما در سرچ بار ویندوز ویژوال استودیو X64 کراس تولز رو سرچ میکنیم تا این ابزار بالا بیاد، اونو باز میکنیم. ما در اینجا باید مسیر اجرای نرم افزار رو بهش بدیم. کافیه که ورکبنچ رو سرچ بکنیم، اون رو باز بکنیم مسیر نصبش رو و روی اون راست کلیک کنیم و از قسمت پراپرتیز محل اجرای اون رو کپی کنیم و در داخل ابزار کلاس تولز اون رو پیست بکنیم. با راست کلیک این کار رو انجام میدیم و بعد از اینتر زدن نرم افزار ورکبنچ با استفاده از کلاس تولز باز میشه و ما میتونیم کدهای UDF رو داخلش کامپایل کنیم. روش دوم برای کامپایل کردن کدهای UDF باز کردن فلوئنت به صورت استند الان هست. برای همین منظور کافیه که فلوئنت رو در سرچ بار ویندوز سرچ بکنیم، روی اوپن فایل لوکیشن بزنیم و از قسمت پراپرتیز مسیر اجرای اون رو کپی بکنیم و در داخل ابزار کلاس تولز اون رو پیست بکنیم. بعد از پیست کردن و زدن ایتر فلوئنت لانچر باز میشه و ما میتونیم با استفاده از این روش فلوئنت رو با استفاده از ویژوال استودیو باز بکنیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و از اون استفاده کرده باشین. شب و روز خوبی داشته باشین و خدا نگهدارتون.